سلام، وقت شما بخیر. من صمیم هستم از چینل یوتیوب و تیک تاک مرزنامه با شما هستم. امروز میخواهم مهاجرت به یوگاندا را از همه زاویه ها منطقی و مرحله به مرحله بررسی کنم تا تصویری واقعی داشته باشید، نه فقط شعار، نه فقط ترس. موقعیت جغرافیایی و آب و هوا. یوگاندا در شرق آفریقا قرار دارد. کشور سرسبز با بارندگی مناسب و هوای نسبتاً معتدل در بیشتر ماه‌های سال. گرمای شدید خاورمیانه را ندارد و سرمایه منفی اروپا هم در کار نیست. برای کسانی که به دنبال محیط قابل تحمل و طبیعی هستند، شرایط اقلیمی آن قابل قبول است. پایتخت آن کامپالاست و شهرهای اطراف در حال رشد هستند. امنیت و ثبات اجتماعی. از نگاه منطقه‌ای، یوگاندا نسبت به برخی کشورهای همسایه ثبات بیشتری دارد. درگیری، جنگ داخلی فعال ندارد و زندگی روزمره در شهرها جریان دارد. امنیت در سطح قابل قبول است، نه ایدئال اروپایی، نه بی‌ثبات. جرم‌های کوچک شهری وجود دارد، اما ناامنی فراگیر جنگی وجود ندارد. برای کسی که از فضای ناامن می‌آید، محیط آرامتری محسوب می‌شود. وضعیت حقوقی مهاجران و پناهجویان. یوگاندا یکی از کشورهایی است که سالها میزبان پناهجویان بوده است. در گذشته ثبت نام پناهندگی آسان‌تر بوده، اما در حال حاضر پذیرش جدید توسط UNHCR محدود و در برخی مقاطع متوقف شده است. بنابراین هر کس که قصد پناهندگی دارد باید قبل از اقدام وضعیت جاری را دقیق بررسی کند. نکته مهم: برای کسانی که کیس مهاجرتی در کشور سوم دارند و نیاز دارند مدتی در کشور دوم بمانند، یوگاندا میتواند گزینه قابل بررسی باشد، چون اخراج‌های گسترده و فوری در آن رایج نیست و امکان ماندن قانونی در برخی چارچوب‌ها وجود دارد، اما این به معنای تضمین پذیرش یا اسکان مجدد نیست، فقط به معنای محیطی برای ماندن تا روشن شدن وضعیت است. اجازه کار و اقتصاد. بدون مجوز رسمی کار، فعالیت شغلی قانونی ممکن نیست. دو مسیر معمول وجود دارد: ویزای کاری رسمی یا دریافت وضعیت قانونی مهاجرتی. بعضی افراد درباره ویزای کاری 2 ساله با هزینه بالا صحبت می‌کنند، اما به طور رسمی مجوزهای کاری سالانه صادر می‌شود و هزینه آن بسته به نوع مجوز متفاوت است. در عمل بسیاری از مهاجران به صورت غیر رسمی کار می‌کنند، اما این ریسک قانونی دارد. اگر هدف فقط کار باشد، یوگاندا ساده‌ترین مسیر نیست. اگر هدف ماندن و ایجاد کسب و کار کوچک تدریجی باشد، فضا بازتر است. درآمدها معمولاً از حدود $300 تا $1000 در ماه متغیر است، بسته به مهارت، زبان و ارتباطات، کار آزاد، فروش، خدمات، رستورانداری و تجارت خرد رایج‌تر است. هزینه زندگی و مسکن. هزینه مسکن بسیار متنوع است. میتوان از حدود $50 در ماه خانه ساده پیدا کرد تا واحدهای لوکس $1000. تفاوت به منطقه و امکانات بستگی دارد. بسیاری از خانواده‌ها برای کاهش هزینه غذا را در خانه تهیه می‌کنند. هزینه زندگی نسبت به اروپا پایین‌تر است، اما سطح خدمات شهری هم در همان حد ساده‌تر. زبان و فرهنگ اجتماعی. زبان رسمی انگلیسی و سواحیلی است. دانستن انگلیسی یک امتیاز بزرگ است. جامعه یوگاندا از نظر نژادی متنوع است و در محیط کاری تعصب سیستماتیک گسترده دیده نمی‌شود. زن و مرد هر دو در بازار کار فعال هستند و فرهنگ کار عملی و روزمره غالب است. آموزش و تحصیل. مدارس و دانشگاه‌ها فعال هستند و ادامه تحصیل امکان پذیر است، اما رایگان نیست و نیاز به پرداخت شهریه دارد. برای مهاجرانی که وضعیت قانونی دارند، ثبت نام در مؤسسات آموزشی امکان پذیر است. مزایا: آب و هوای معتدل، هزینه زندگی پایین‌تر نسبت به غرب، زبان انگلیسی رسمی، امکان ایجاد کسب و کار کوچک، ثبات نسبی منطقه‌ای، مناسب برای کسانی که می‌خواهند در کشور دوم بمانند تا وضعیت پرونده‌ایشان روشن شود. بدیها: معایب: بدون مجوز رسمی کار قانونی سخت است. درآمدها محدود. سیستم رفاه اجتماعی گسترده وجود ندارد. خدمات درمانی و زیرساخت‌ها در سطح کشورهای توسعه یافته نیست. قوانین مهاجرتی ممکن است تغییر کند. یوگاندا کشوری رویایی و بدون مشکل نیست، اما کاملا بسته و غیر ممکن هم نیست. اگر هدف شما کار پردرآمد
سریع باشد مقصد ایدئالی نیست. اگر هدف شما ماندن در یک کشوری نسبتاً امن، کم هزینه و قابل مدیریت باشد، به خصوص زمانی که پرونده‌ای در کشور سوم دارید و نیاز به حضور در کشور دوم دارید، می تواند گزینه قابل بررسی باشد. تصمیم نهایی باید بر اساس هدف، سرمایه، مهارت و تحمل شرایط گرفته شود. مهاجرت فقط جغرافیا نیست، برنامه، صبر و تحلیل واقع بنا می‌خواهد. تشکر، وقت شما بخیر.